در ولایت انبار عراق جنگجویان سنی مذهب باز یک منطقه را در غرب شهر رمادی مرکز مأموری این ولایت به تصرف درآوردند. با اشغال منطقه 5 کیلا جنگجویان به قرارگاه نیروهای حکومتی این منطقه نزدیک شدند. رهبران قبیله های سنی مذهب میگویند پیشرفت آنها بخشی از آشوب مردمی بر ضد حکومت نوری المالکی است که زیر نفوذ مسلمانان شیعه مذهب قرار دارد. در روسیه مردم زیادی به یاد قربانی‌های صدمه قطار مترو در نزد 2 ایستگاه متروی مسکو گل گذاشتند. بر اثر صدمه 15 ایول 23 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 150 کس دیگر مجروح شدند. در بین قربانی‌ها 2 نفر شهروندی تاجیکستان بودند. مفتشان میگویند صدمه عمل تروریستی نبوده، به احتمال زیاد در نتیجه جای داشتن کمبودی فنی به وقوع پیوسته است. در رابطه با صدمه 2 متهم بازداشت شدند. در بلگراد هزارها نفر بر ضد اصلاحاتی از سوی اتحادیه اروپا مطرح شده که فعلا در پارلمانت سرب بحث می شود گرد همایی تشکیل نمودند. حکومت زیر رهبری الکساندر ووچیچ باید از جمله قانونگذاری‌های مربوط با شغل اهالی، نفقه و مردم از کار افتاده را راه‌اندازی نماید تا سربیا حق عضویت در این سازمان را پیدا کند. اعتراضگران تهدید کردند که اگر این اصلاحات تصویب شود، آنها گرد همایی خود را ادامه می‌دهند. تابستان تفسان در شهر تبلیسی گرجستان حیات مردم بیخانه را طاقت فرسا نموده است. در یک مرکز قبول افراد بیخانه برای 180 نفر خیمه موقت زده شده است. مردم بیمار، سالخورده و معیوب شکایت دارند که برایشان بود و باش در هوای بیش از 30 درجه سلسی خیلی وزنین است. در شهر الماتای قزاقستان ساکنان به دادگاه مراجعت کردند تا از بنیاد طربخانه شامگاهی در نزد یک کتابخانه جلوگیری شود. ساکنان از آن نگرانند که طربخانه باعث صدای بلند موسیقی و رفتار بی‌نظم در این محله خواهد شد. دادرس دعوای هر دو جانب را شنیده تصمیم گرفته است تا آخر ماه ایول حکمش را اعلان نماید.